سلام دوستان عزیز، هموطنان گرامی. طاهره هستم ولی همه منو به اسم فریبا میشناسن. پروگرام کوردینیتور اند تراما اینفورم کانسلر هستم توی نان فور پرافیت ارگانیزیشن و اسرا هم به عنوان کالج اینستراکتور توی کالج مشغول درس دادن پروگرام ادیکشن اند ریکاوری هستم. برای اطلاعات بیشتر در مورد من میتونین به درباره من کانال یوتیوبم برین و اطلاعات رو ببینین اونجا. چیکار بکنیم که داریم میایم کانادا؟ چیکار بکنیم؟ یکی این که اگه شما داخل ایرانین و دارین میایم ویدیوی منو ببینین، مشقاتون رو بنویسین، تکالیفتون رو چک کنین، برو کالجایی که میخوای بری، پروگرامایی که هست رو ببین، چیزایی که دوست داری بخونی و فکر میکنی برات خوبه رو یا نزدیک به رشته ببین. مثلا اگه کارمند بانک بودی اومدی اینجا، به نظرم حسابداری بخون، چون کارت با عدد و رقم بوده. ام، کار تو ایران تو زمینه‌های آرایشی و اینا بوده، اینجا میخوای بری کالج، خب اینجا خیلی رشته هست که میتونی بری و انجام بدی. تو ایران یه رشته‌هایی مثل روانشناسی، مددکاری، نمیدونم علوم اجتماعی، علوم سیاسی، رشته‌های مربوط به علوم انسانی خوندی، اینجا خیلی رشته‌های خیلی خوبی توی کالج هست، مثل همین رشته که من دارم تدریس میدم، ادیکشن ریکاوری هستش که شما میتونین بیاین وارد کالج بشین. حتی مدرک دیپلم هم ازتون نمیخوان، چه برسه به این که مدرک دانشگاه بخوان. پس بنابراین از قبل تکالیفتون رو بدین. برای آقایون و خانمای مهندس که تو ایران پروفشنال انجینیر بودن و یا رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی بودن، میخواین وارد کانادا بشین و نمیدونین میخواین چیکار بکنین، پروگرام بریج هست که اونو بهتون توضیح میدم. برای برخی رشته‌ها مثل کسایی که روانشناسی تو ایران خوندن، مثل کسایی که مهندسی خوندن و عضو انجمن مهندسی بودن، مثل کسایی که رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی خوندن، یه پروگرامایی هست به اسم بریج، اون یه توضیح جدا داره، حتما بهتون توضیح میدم. جنرال داریم میایین کانادا با زن و شوهر و بچه و اینا، میخوای یه جایی بگیری، یه بودجه هم داری با خودت میاری، ولی اینجا داشتن حساب بانکی که توش پس انداز باشه یه چی میگن، یه مدینه فاضله است، چون برای خیلی از کانادایی‌ها چنین امکانی نیست، مخصوصا قشر جدید. برای اینکه همه پولا هزینه میشه، یا حالا قسط خونه میدن، قسط ماشین میدن، قسط خونه دوم میدن، یعنی این پول هیچ وقت تو حساب پس اندازشون نمیذارم. پس شما هم نباید به این راحتی این پول خرج بکنی، حالا دارم، حالا تا یه سال دیگه هم اوکی بذار بگردم، نه این کار کن. بیا برو توی کالجی که خیلی هم راحته. باور کنین من یه شاگردی دارم، توی چند ماه گذشته، توی 6 ماه گذشته من از این شاگردم فقط یه جمله تا حالا شنیدم: دیجانا here. یعنی یه دونه کلمه اسمشو میگه وقتی که من دارم حضور غیاب میکنم و میخواد بگه here، که من اسمشم نگه اوکی، فقط بیاد بگه here و من کافیه. و من تا حالا از این آدم فقط همین یه کلمه رو شنیدم. پس بنابراین میتونین، مخصوصا ما ایرانی‌ها که خیلی توانمند هستیم. حالا باید چه کار بکنین؟ داری از ایران میای، تا رسیدی کانادا، شب خوابیدی 4 5 6 7 8 عصر رسیدی، بخواب، صبح اول وقت بیدار شو، برو یه کانادا سرویس، از دوستایی که اینجا هستن بهت کمک کردن بپرس. اولین کارت اصلا شهر رو بگردم و حالا ببینم چیه و اول پرسی، این کارا رو نکن. برو سین نامبرتو فایل کن. دو، برو تکس تو فایل کن. هر دوتاشو توی یه روز انجام میتونی بدی. معمولا اینجا تکس 2 سال قبل رو فایل میکنم، بعدش هم تکس سال بعد. شما هر 2 سال رو میتونیم از حسابدارتون بخواین که براتون فایل بکنم، و چون بار اول دارین فایل میکنیم معمولا باید به صورت پیپر، به صورت نامه بره، بنابراین 1 ماه 1 ماه و نیم طول میکشه جوابش بیاد. خب این کارا رو کردین، حالا میایین اینجا میگردین کالجایی که میخواین. دو مدل کالج داریم: کالجای خصوصی، کالجای دولتی. کالجای دولتی همه سال به شما پذیرش نمیده، یه دوره‌ای از سال، معمولا 1 بار یا 2 بار در سال، پذیرش شدگان میتونن کلاساشون رو شروع کنن. کالج‌های خصوصی در همه وقت سال، هر روزی که بخواین میتونین جوین بشین، ادامه بدین. شهریه‌اش بالاتره ولی اوسط بیشتری میگیرین، یعنی پول بیشتری هم از دولت میگیرین، پس خیلی تفاوتی نمیکنه. دو،
اصلا مهم نیست چرا کدوم یکی از این کالج‌ها برین، به خاطر اینکه اصلا اینجا وقتی میرین سر کار اصلا براشون مهم نیست شما از کالج دولتی اومدین یا از کالج پرایوت اومدین. اصلا مدرک کالج از شما نمیخوان، شما فقط اینو تو رزومتون میذارین. سه، خیلی کمک میکنه به رزومتون برای اینکه شما سابقه کار ایرانی دارین دیگه، یه ایژوکیشن کانادایی هم روش میذارین، دو تا چیز بهشون، به اون آدمی که شما رو میخواد مصاحبه کنه میده. یکی اینکه این آدم زبان خوبی داشته، دو، سیستم کانادایی بلده و ایژوکیشن کانادایی هم اضافه کرده. دیگه مثل قبل زمانی که بار اولی که من اومدم کانادا در سال 2002 نیستش که اکثرا باید لیسانس داشتی که میتونستی وارد کاری که میخوای بشی. اینجا خیلی وقتا شما با داشتن فوق دیپلم یا همون دیگری از کالج هم میتونین وارد بشین و اون ایژوکیشن ایرانیتون رو بهش وصل بکنین. یعنی خیلی اینو به عنوان یه دریچه ورود به دنیای شغلی خودشون نگاه میکنن، همونجور که خود من این کار کردم. وقتی برای بار دوم برگشتم به کانادا بعد از 10 سال دوری از کانادا، هنوز اون سیستم توی ذهنم بودش که همون جوریه. بعد اومدم دیدم ای بابا، خواب اصحاب کهف بودم، مثلا همه چی عوض شده و سیستم خیلی اوپن و باز شده. پس بنابراین خیلی دغدغه اینو نداشته باشین. من از همون پروگرامی که خودم تا اومدم شروع کردم به کار، که تا بفهمم میخوام چی کار بکنم و خب حالا این سالها از درس من تو کانادا گذشته، یه کاری هم تو ایران شبیه همون داشتم انجام میدادم. تو ایران دوباره دانشگاه رفته بودم، خب حالا چیکار کنم، به چه صورت دارم دنبال کار میگردم. شروع کردم این پروگرام خوندن. الان همون پروگرام و ورژن طولانی ترش رو تو همون کالجی که خودم اون دوره رو گذروندم دارم درس میدم، چون مدرک فوق لیسانس داشتم از قبل. پس بنابراین مثلا فکر نکنین که خیلی سخته. رزومه استاندارد میخواین، یعنی بر اساس اصول رزومه نگاری نوشته شده باشه. سی وی استاندارد میخواین که اونا رو هم بهتون یاد میدم، فقط زیر این پست کامنت کنین که دوست دارین من در مورد سی وی یا رزومه بهتون توضیح بدم یا نه. همه اینا رو براتون میدم. پس بنابراین شما رفتین این دوتا کار رو انجام دادین، سین نامبر، تکستون رو فایل کردین، میایم میگردیم پروگرام دلخواهتون رو پیدا میکنین یا از قبل پیدا کردین، میاین تماس میگیریم با کالج، بهتون زنگ میزنن. حتی رپرزنتیتیو فارسی زبان دارن، بهتون اطلاعات رو میده. برای گرفتن اون فاندم نماینده اوسپشون با شما تماس میگیره، تمام به صورت آنلاین براتون میره. اطلاعاتی که وارد کرد بهتون میگه آقا شما برای اینقدر بودجه در سال الیجیبل شدین، بر اساس هزینه کالجتون، بر اساس تعداد نفراتتون، همه اینا رو که پرسید میگه خب اینقدر میخواین. شما میگین بله اوکی و میزنه تمام. میگه خب حالا اینجا رو آنلاین میاد بهتون میگه که این کار بکن که من اسکرین شما رو ببینم. همه این کارا رو بهتون میگه انجام میده، راهنماییتون میکنه. همه این کارا رو خودشون کمکتون میکنن، اصلا نگران نباشین که حالا من نمیدونم زبانم خوب نیست. همه این کارا رو براتون خودشون کمکتون میکنن که وارد بشین و بلافاصله شما از هفته دیگه این کارو میکنین. من این تجربه رو خودم داشتم، اومده بودم اینجا همچنان خوبه، خودم هم گفتم حالا پول همراهم هست، نگرانی ندارم، حالا بذار ببینم میخوام چیکار کنم. حالا من تو ایران به عنوان مشاور داشتم کار میکردم، اینجا هم سابقه سوشال ورک داشتم، تحصیلش رو توی کالج داشتم. خب حالا بذار ببینم چیکار میکنم. داشتم رو رزومم کار میکردم، با جاهایی که رزومه ها رو درست میکردن در ارتباط بودم، ولی هیچ کمکی که بهتون نمیکنن، چون اینا یک بار بیشتر رزومه شما رو درست نمیکنن، تازه اون یه بارم بهتون اطلاعات رو میدن، میگن خودت برو این کارا رو انجام بده، به ما ایمیل کن ببینیم درسته یا نه. اگرم خیلی بهتون کمک کنن خودشون درست میکنن میدن بهت. یه سی وی هم برات میدن، ولی اون برای یه جابه. شما اینجا برای هر شغلی که میخواین اپلای کنیم یه سی وی جدید باید بنویسین و یه رزومتون رو یه خورده دستکاری بکنین بر اساس اون جاب دیسکریپشنی که توی گذاشتن که این نیرو رو میخوایم، باید اجاست بکنین رزومتون رو. پس به این صورت نیست. مگر اینکه برای شغلای خیلی ساده بخوایم برین سر کار مثل فروشندگی و اینا، اون رو دیگه یه دفعه یه رزومه براتون مینویسن میدن بهتون، شما میرین همون رو همه جا میدین. ولی برای شغلای تخصصیتون خیلی و اکثر ایرونیا اگر این مشکل رزومه و سی وی نوشتنشون رو حل بکنن، کار پیدا کردن کار سختی نیست. من تو مرکزی که کار میکنم علاوه بر این که مشاوره میدیم به آدمای مختلف که از
domestic violence relationship یعنی از خشونت‌های خانگی اومدم بیرون و من پروگرام کوردینیتور هستم برای یه پروگرامی به اسم Investing in Women's Future Project که بودجهش رو دولت میده و یکی از بخشای این پروگرام اینه که ما به کسایی که میخوان CV یا رزومهشون رو بنویسن و وارد بازار کار بشن کمک میکنیم. یه ورکشاپ های 3 روزه داریم، اینا رو میذاریم. فقط باید شما وارد یعنی تو کانادا باشین که بتونین این ورکشاپ ها رو شرکت بکنین، حتی اگه آنلاین بخواین شرکت بکنین. پس من این ورکشاپ ها رو نمیتونم برای شما برگزار بکنم، ولی میتونم اینجا براتون ویدیوشو بسازم و بذارم و براتون توضیحات لازم رو بدم. یکی از دوستان من گفتن که پکیجش رو آماده کن. من پکیج رو دارم. اگر احساس بکنم که خیلی از ایران دوست دارن که یه ریفرنسی داشته باشن که هر جا میرن نگاه بکنن به اون، ببینن خب اینجا رو درست کار کردیم، من میتونم اون پکیجم براتون تو ایران به دستتون برسونم. ولی اینو پروژه بعد من نمیدونم که به اون مرحله میرسم یا نه، ولی anyway براتون یه ویدیو در رابطه با اون میذارم. اینجا علت این که شما میتونین توی کالج‌های پرایوت هر جوری که خواستین، هر زمانی که خواستین وارد پروگرام بشین، اینه که این درس‌ها به صورت سیرکل داره تکرار میشه. یعنی یه سری درسه برای اون دوره‌ای که 1 ساله، 1 سال 8 ماهه، این همین جوری تکرار میشه، یعنی شروع و پایان نداره. هر کسی از یه جا وارد میشه، این دوره رو تکمیل میکنه، خارج میشه از پروگرام. حالا ممکنه یه کسی 10 تا کورس جلوتر وارد پروگرام شده، خب 10 تا کورس هم دیرتر از اون طرف قبلی فارغ التحصیل میشه و دوره 2 ماهه رو شروع میکنه که 2 ماهه شما میفرستن توی مراکزی، ولی باهاتون قبلش هماهنگ میکنن که دوست دارین توی این مرکز کار کنین یا نه، شما رو میفرستن اونجا. خیلیاشون از قبل اگه مراکز خیلی مهمی باشه مصاحبهتون میکنه که خب این خودش هم بهتون کمک میکنه که تمرین مصاحبه هم کرده باشین و بعد وارد سیستم میشین. 2 ماه اونجا کار میکنین زیر نظر یه شخصی. خیلی کار یاد میگیرین. برای منی که اصلا در زمینه تازه واردین به کانادا و فرما رو پر کردن و هیچ اطلاعاتی نداشتم، من رفتم توی چنین مرکزی که خب خیلی چیز یاد گرفتم که هنوزم که هنوزه. به عنوان پروگرام کوردینیتور وقتی که کلاینت به ما ارجاع میشه، خیلی خیلی بهم کمک میکنه که بتونم این آدما رو به مراکز دقیق حداقل ریفر بکنم اگه توی هیته هست که نمیتونم خودم شخصا کمکشون بکنم. پس بنابراین اون 2 ماه هم خیلی بهتون کمک میکنه. اگر نشون بدین که آدم خیلی توانمندی هستین، همونجا نگرتون میدارن، یعنی علنا بهتون میگن یه ذره صبور باش، اولین اوپنینگ که پیش بیاد تو رو استخدامت میکنیم. خیلی وقتا هم انقدر نایس هستن که شما رو به ایجنسی‌های رفیق و دوست آشناشون معرفی میکنن و اونجا استخدام میشین. ولی اگه میشنوین از بقیه که نشد و فلان، مطمئن باشین که من به شما قول میدم کم و کاستی از طرف خود آدم هاست. خیلی وقتا تمرکزشون از دست میره، اونقدری که باید تلاش نمیکنن، خیلی به جاهای منفی تمرکز میکنن، حرفه‌ای کار نمیکنن. همه اینا تاثیر داره. ولی خیلی وقتا اینجا به صورت وحشتناک هندیا سریع کار پیدا میکنن. یکی اینکه رزومه نوشتنشون قویه، 2 وقتی میان سر کار مثل بولدوزر کار میکنن که کارو بگیرن. وقتی کار گرفته شد، باور کنین اینجا اصلا مردم به صورت شدید کار نمیکنن. اگه فکر کنی انقدر آهسته و ریلکس کار پیش میره که شما باورتون نمیشه که چجوری اینجا جهان اول شده. پس خیلی به خودتون تو اون زمینه نگران نباشین و سخت نگیرین. زبانتون هم اگه در حد معمولیه یا حتی بیسیکه، این دورای کالج رو میتونیم بگذرونیم. من به عنوان کالج اینستراکتور میدونم که چی میگذره. معمولا پروژه ها به صورت پرزنتیشنه، تو گروه میذاریم بچه ها رو. بچه ها معمولا 1 نفر هست تو گروه که انقدر توانمند باشه که پروژه رو ارائه بده. اینا فقط باید تو نوشتن با همدیگه هماهنگ بکنن. معمولا بچه ها هوای همدیگه رو دارن، اینستراکتورها هوای بچه ها رو دارن، چون اصلا قرار نیست کسی از درسی بیفته.
کتابا رو در اختیارتون قرار می‌دم. همه چیز آنلاینه یا از 9 صبح تا 1 بعد از ظهر. شما 2 ساعت و نیم 3 ساعت در کلاس حضور داشته باشین کافیه. نیازی نیست همه اون 4 ساعت رو باشین. در حالی که دارین صبحونه آماده می‌کنین، در حالی که دارین به بچه‌هاتون میرسین، بچه‌هاتون رو میبرین مدرسه، میارین، میرین از بچه برمی‌دارینش و میارینش. این توی گوشتونه، روی تلفنتونه و شما تمام مدت آنلاین هستین. نیازی نیست که همیشه ویدیوتون روشن باشه، دوربینتون روشن باشه. همین که 2 ساعت و نیم 3 ساعت از کل این 4 ساعت تو کلاس باشین کافیه. خیلی وقتا حتی همون یه حضور غیاب که میکنن شما سر کلاس که باشین خیلی کافیه، چون کسی نمیاد پیگیر بشه ببینه شما چند ساعت بودین. امتحانا هم به صورت اینه که دوربینتون باید روشن باشه و فلان، ولی شما همه بچه‌ها رو گوشیشون همه نوتاشون هست. از قبل اگزم ریویو میشه، تمام سوالای امتحان قبلش باهاتون دوره شده. یعنی شما سر کلاس که باشین، یا نوتا رو از بچه‌ها گرفته باشین یا نوتا رو موقع کلاس لکچر آماده کرده باشین، همه رو پاس میکنین و میری. اینجا هم کسی به معدل کاری نداره، اصلا مدرکتون رو نمیبینن. خیلی ساده است. پول گرفتین، دارین فکر میکنین که چیکار باید بکنین، چه بیزنسی را بندازین، اصلا خونه بخرین نخرین، اصلا تو این ایالت استان بمونین یا نمونین، اصلا تو این شهر بمونین یا نمونین. میخواین زبانتون رو قوی کنین، خب بیاین کالج. هر روز 4 ساعت ملت دارن انگلیسی حرف میزنن دیگه. مثل خودتون کلی آدم دیگه تو اونجا هست که مثل شما یا نیوکامرن یا انگلیسی زبان دومشونه. من سر کلاسم نصف شاگردام تقریبا تازه واردن، تقریبا یه چند تا شاگرد 0 کیلومتر تازه وارد دارم. یه سری شاگردم دارم که اونا هم مهاجرن، ولی مهاجرن که چند سال اینجا بودن، یه زمینه کار میکردن، مثلا PSW بودن، حالا میخوان رشته کاریشون رو عوض کنن، یه جای شبیه به اون بیان، ولی این دفعه کار برای معتادین باشه. میان این پروگرام رو میگذرونن. خیلی هاشون با بچه های اوتیسمی کار میکنن، معلم مدرسن یا دستیار معلمن توی مدرسه، میخوان رشته کاریشون رو یه ذره یا گسترش بدن یا به قول معروف وارد سوشال سرویس ایجنسی ها بشن. که خب این پروگرام رو بگذرونین لزوما حتما نباید برین با معتادین کار بکنین. تو سوشال سرویس ایجنسی ها میتونین همون برای نیو کامرا خدمات بدین، برای ایمپلویمنت ورکر بشین، برای کسایی که دنبال کار میگردن بهشون خدمات بدین. خیلی هیته وسیعی رو شامل میشه. پس بنابراین به جای اینکه برین کلاسای ESL که سطح بسیار پایین و ابتدایی داره که برای پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگا خوبه، برای پدر مادرای مسن ما خوبه، برین یه کالج یه دوره بگذرونین، بذارین توی رزومتون. یه دوره 1 ساله کافیه. خیلی از این پروگرام‌های 1 سال و 8 ماهه ها ورژن کوتاه‌تر هم داره. خود من ورژن کوتاه ادیکشن ریکاوری رو گذروندم، ولی الان ورژن طولانی شو تدریس میکنم. اصلا چیز نشد نیستش. رزومتون رو قوی کنین. تو این 1 سال زبانتون قوی شده، یه پولی هم گرفتین گذاشتین رو پولی که خودتون دارین و همه رو از جیب خودتون خرج نکردین. یه کمی فشار زندگی کمتر شده، بعد تمرکزتون جاهای درست زندگی میره، تمرکزتون رو نوشتن رزومه و اینا میره. در این حال که این اوسپ رو میگیرین، شما 20 ساعت هم اجازه کار دارین در هفته. پس بنابراین میتونین پارت تایم هم یه جا مشغول به کار بشین، حالا یه کار معمولی، تا اینکه برگردین به حالت زندگی نرمال و کاری که دوست دارین رو پیدا بکنین. برای من توی کامنت ها بنویسین که دوست دارین در مورد چیا براتون ویدیو بذارم، اولویت ها چیا هست، اونا رو برام کامنت کنین. مثلا دوست دارین در مورد رزوان CV براتون بذارم، در مورد شهرهایی که بهتر به این زندگی بکنه. خود من محل کارم 30 کیلومتر بیرون تورنتو، اونو ترجیح میدم به داخل تورنتو، برای اینکه داخل تورنتو اگه بخوام برم محل کارم 45 دقیقه درایو، هی باید استاپ بکنی، ترمز بگیری و فلان، ولی اونا همه رو اتوبان میرم. دقیقاً از تو پارکینگ خونم تا پارکینگ محل کارم 35 دقیقه طول میکشه. بسیار راحت میرم و میام. ولی اگه داخل تورنتو بود پدر من در میومد بخواستم این مسیر رو برم و بیام، استهلاک ماشینم هم بالا میرفت. اینجوری خیلی راحت تر میرم، سریعتر میرسم. پس یه وقتای بیرون تورنتو زندگی کردن و اومدن و رفتن خیلی بهتره. هزینه‌های زندگیتون پایین تره، حداقل $500-600 در ماه
اجاره خونه‌تون ارزون‌تره. من داخل تورنتو زندگی میکنم ولی محل کارم اونجاست، ولی تو فکر اینم که موو بکنم بیرون تورنتو. پس بنابراین برای من بنویسین که چیا دوست دارین که من همون ویدیوها رو براتون بذارم و تو همون هیته ها بیشتر براتون توضیح بدم. روز بخیر. تکلیفاتون رو قبل از اینکه بیاین کانادا تکلیفاتون رو انجام بدین و بیاین. تجربه من بوده. خدا نگهدار.